سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. میخوام یک سوره بهتون بگم که خیلی مجربه و حاجت روایی قوی داره. دوستان کافیه صبح که از خواب بیدار میشی 14 مرتبه صلوات بفرستی، 12 مرتبه سوره قدر رو بخونی، دوباره 14 مرتبه صلوات بفرستی و 70 مرتبه استغفار کنی. استغفرالله استغفرالله. بعد یک کم هم صدقه بذار بیرون، هر چقدر در توانت دوست عزیزم. و این صلوات و سوره قدر و استغفار رو هدیه میکنیم به آقا حضرت علی. انشاءالله آقا حضرت علی دستمون بگیره، حاجت روامون کنه، به حاجت دلمون ما رو برسونه انشاءالله. میخوای خونه بخری پولت جور نمیشه، ملک میخوای بخری، زمین میخوای بخری، ماشین میخوای بخری، هر کاری میکنی پولت جور نمیشه، همیشه گره میفته تو زندگیتون، تو کارتون قوقا میکنه، طوفان میکنه. هر کسی این آیه رو خوند حاجت روا شد، مشکلش حل شد. هر مشکلی، هر گرفتاری. آیه 80 سوره اسراء حتما بخون دوست عزیزم. معجزه میکنه سوره اسراء آیه 80. 3 ذکر قوی میخوام بهتون بگم برای خونه خریدن. اگر میتونین چله بگیرین، به مدت 40 روز بخونین، نیت کنین به نیت خونه خریدن. آیه 29 سوره مومنون 100 مرتبه بخون، هر روز تا 40 روز. بعد 313 هم صلوات هدیه کن به خانم نرجس خاتون مادر امام زمان. سوره کوثرم 33 مرتبه بخون، 40 روز این کار ادامه بده. خداوند یک در گشایشی برات باز میکنه. میخوای حاجت بگیری، حاجت روا بشی، بعد از هر نماز سریع از جات بلند نشو، بشین این چند تا ذکر رو بگو، با خدا حرف بزن، درد دلتو بگو، مشکلتو بگو، گرفتاری تو بگو. آیه 18 آل عمران رو بخون، آیه 26 آل عمران. بس آیه 18 آل عمران و 26 آل عمران رو بعد از نماز بشین بخون. بعد آیت الکرسی بخون. آیت الکرسی خیلی شیرینه دوستان گلم. میخوای ثواب کنی؟ میخوای ثواب زیاد کنی؟ میخوای همه کارات با ثواب پیش بره؟ کافیه سوره قدر رو بخونی روزی 100 مرتبه. معجزه سوره قدر رو ببین. اگه میخوای ثواب کنی و خودتو وصل کنی به امام زمان و امام زمان حاجتتو بده، بعد از هر نماز 10 مرتبه سوره حمدو بخون و معجزه‌شو ببین. واقعا دوستان بیپولی مغزو ضعیف میکنه، وضعیت مالی داغونه، اصلا پول نداری، پسنداز نداری، نمیدونی چی کار کنی، سرگردونی. یک دعا میخوام بهت بگم برای وسعت رزق و روزی، از حاج آقا بهجت که توصیه کرده حتما هر کس رزق و روزی نداره این دعا رو بخونه، 100% نتیجه میگیری. این به خدا میگیم هیچ معبودی جز تو نیست. بس خدای بزرگ دستمونو بگیر، رزق و روزیمونو بده، گرفتاریمونو حل کن. هر روز بعد از نماز صبح 10 مرتبه بخون و معجزه‌شو ببین. لا اله الا ملک الحق المبین. فراوونی رزق و روزی رو تو زندگیت میبینی. کافیه امتحان کنی، بعد از نماز صبح 10 مرتبه بخون. قدیم مادرامون، مادر بزرگامون این کارا رو میکرد. در گره افتاده به کارت، حالت بده، افسردگی داری، سنگینی تو زندگیته،
غم داری، قصه داری، اگر کارات پیش نمیره، گره کور داری، تاریت زیاده، کافیه یک بار امتحان کنی. یه دونه تخم مرغ برمیداری میذاری تو نایلون، یک کم اسفند، یک کم هم نمک میریزی توش، 7 مرتبه دور سرت میچرخونی، بعد تخم مرغ رو میذاری زیر پات میشکنی. وقتی که شکستی بنداز تو سطل زباله، بعد 7 مرتبه آیت الکرسی میخون، 100 مرتبه هم صلوات به سلامتی آقا امام زمان و خودتون بفرستین. ببین چجوری از چشم نظر، از افسردگی، از گره کور تو زندگیت نجات پیدا میکنی. فقط با یه دونه تخم مرغ، با یک آیه، هر چی تو بگی شوهرت میگه چشم. ذکر یا ذوالجلال والاکرام 15 مرتبه روی یه پارچ آب یا شربت یا چای یا غذا بخون، بده همسرت بخوره، معجزه رو میبینی. هر چی تو بگی میگه چشم. نماز میخوام بهتون بگم، نماز استغاثه به حضرت زهرا. روایی قوی داره دوستان که هدیه میکنیم به خانم فاطمه زهرا. وقتی که سلام نماز دادی دستات میبری بالا، 3 مرتبه میگی الله اکبر، بعد میشینی سرت میذاری رو سجده، 100 مرتبه میگی یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. مرتبه رو گفتی روی دست راست میخوابی. وقتی که 100 مرتبه گفتی سرتو میذاری سمت راست، 100 مرتبه میگی یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. دوباره سرتو سمت چپ میذاری، میگی 100 مرتبه میگی یا مولاتی یا فاطمتون اغیثینی. وقتی که گفتی 300 مرتبه شد، بعد دستاتو میبری بالا و حاجتتو از خدای بزرگ و خانم فاطمه زهرا میگیری. این نماز خیلی مجربه و مشکل گشاست. میخوام از 1 شنبه تا 5 شنبه با هم متوسل بشیم به خانم فاطمه زهرا. 11 آبان تا 5 شنبه به 20 آذر میخوایم متوسل شیم به خانم فاطمه زهرا. چطوری؟ با خوندن آیات الکرسی. میخوای اگر گرفتاری، اگر مشکل داری، بیا با من این توسل رو شروع کن. توسل به خانم فاطمه زهرا. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، کافیه چنل یوتیوبمو فالو کنی. التماس دعا. شبتون خوش.